خیلیامون شنیدیم که از نشانه‌های کسی که ایمان به خدا داره اینه که دائما با نشاط و شادابه، اما متاسفانه تجربه زیستی ما نشون میده که خیلیامون اون نشاط و شادابی رو نداریم و علوم و دانش‌هایی که کسب می‌کنیم و کلاسایی که شرکت می‌کنیم منجر به این نشده که آرامش داشته باشیم. بیشتر کتاب‌های اخلاقی و روانشناسی که تو این زمینه موجوده بیشتر آدمو غمگین و افسرده می‌کنه و هیچ درمانی صورت نمی‌گیره. ببینین، مؤمن از امن میاد، یعنی کسی که وقتی نزدیکش میشی حالت خوب میشه و شادی و آرامش و نور می‌گیری ازش. حالا اگه بخوایم ببینیم فردی چقدر مؤمن و انسانه، تنها راهش اینه که ببینیم چقدر تولید عاطفی داره و عاشقه، چقدر نسبت به اطرافیانش محبت و مهربانی به خرج میده. به همین خاطر گفته میشه هر چقدر آدم ایمان و علاقش به خدا بیشتر باشه، عشق و علاقش به همسر و فرزند و پدر و مادر و مخلوقات خدا بیشتر میشه. پس ایمان واقعی در وهله اول یک رابطه عاطفی و محبت آمیز با خداست و در وهله دوم عشق و علاقه به تجلیات خدا، اعم از پدر و مادر و همسر و فرزند و طبیعت و هر آنچه که خداوند خلق کرد. اگه فکر میکنیم مؤمن و با ایمانیم، اما این ایمان داره ما رو روز به روز خشن‌تر و تلخ‌تر و بداخلاق‌تر میکنه، به جای اینکه مهربون‌تر و عاشق‌تر کنه، مسیر رو کاملا اشتباه رفتیم.